بعد از فقدان این عزیز من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی اشخاص گوناگون از جریان های مختلف از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت، در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفا رو بگن. این برجستگی ها رو میدیدند اما کتمان میکردن، بلکه عکس اون رو میگفتن، او رو میآزردن. او البته غالباً جواب نمیداد، اما گاهی پیش من میآمد به مقداری شکایت میکرد. خدای متعال درجات این مرد عزیز و مغتنم را عالی کند.